شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دانیال هستم، با سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستم، به همراه خواهر لویز مخوف عزیز. خواهر لویز، باعث افتخاره که کنار شما میتونم این خدمت رو انجام بدم. ممنونم دانیال جان، خیلی خوشحالم در کنار شما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. سلامی گرم خدمت شما بینندگان از اینکه با ما همراه هستید. ممنونیم. در موضوعی که امروز میخوایم صحبت بکنیم خوشحالیم که همراهی شما رو داریم. عزیزید خواهر لویز، من میخوام که به شما عزیزان بگم که این چند قسمتی که خواهیم رفت در رابطه با معجزات عیسی مسیح است، اما موضوع این برنامه رو بهتون نمیگم. میخوام که آیه از کلام خدا بخونم در یوحنا فصل 4 آیه 46 به بعد تا آخر فصل 4. موضوع رو از همینجا میتونید خودتون حدس بزنید. شفای پسر یک درباری. سپس دیگر بار به قانای جلیل رفت، همانجا که آب را شراب کرده بود. در آنجا یکی از درباریان بود که پسری بیمار در کفرناهم داشت. چون شنید عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، به دیدار او شتافت و تمنا کرد که فرود آید و پسر او را شفا دهد، زیرا در آستانه مرگ بود. عیسی به او گفت تا آیات و عجایب نبینید ایمان نمی آورید. آن مرد گفت سرورم، پیش از آن که فرزندم بمیرد بیا. عیسی به او گفت برو، پسرت زنده میماند. آن مرد کلام عیسی را پذیرفت و به راه افتاد. هنوز در راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمده گفتند پسرت زنده و تندرست است. از آنها پرسید از چه ساعت بهبود یافت؟ گفتند دیروز در 7مین ساعت روز تب او را رها کرد. آنگاه پدر دریافت که این همان ساعت بود که عیسی به او گفته بود پسرت زنده میماند. پس خود و همه اهل خانه اش ایمان آوردند. این دومین آیتی بود که عیسی هنگامی که از یهودیه به جلیل آمد به ظهور رسانید. این خواهر لویز میشه معجزه دوم که میخوایم امروز بررسی کنیم و از شما برکت بگیریم. این معجزه رو برای ما باز کنید و باز هم مثل معجزه قبلی برکت بگیریم. در خدمت شما هستیم. ممنونم. خیلی گویا هست این معجزه. همطور که گفتید ما میبینیم که تو این معجزه ما عمل فیض خدا رو باز میبینیم. در هر کدوم از این معجزات چیزی که آشکار فیض خداست. فیض هم میدونید که بخشش بلاعوض خدا و قدرتی که ما رو قادر میکنه تا خداگونه زندگی کنیم. ما توی این معجزه عیسی رو به عنوان خدای فاصله ها میشناسیم. ما معمولاً فکر میکنیم که اگر یکی از نزدیک برای ما دست بذاره دعا بکنه، گرچه اینم هست درسته، فکر میکنیم که اثرش بیشتره تا اینکه ما مثلا از اینجا دعا بکنیم یکی تو آمریکا یا یکی تو ایران یا جایی شفا پیدا کنه. در حالی که ما میبینیم عیسی خدای فاصله ها هست. چون عیسی انجام داده و برای عیسی شده، پس برای من و شما هم این امکان پذیر هست. واقعا میبینیم که این پسر رو از راه دور، برای اینکه خودش تو قانای جلیله و این دومین معجزه است که تو قانای جلیل داره انجام میگیره. کفرناهم بعداً میشه مرکز فرماندهی بگم یا مرکزیت خدمت عیسی و نزدیک نیست که بخواد به اصطلاح بره اونجا. خب خواهشی که این پدر داره اینه که باهاش بره، ولی ما میبینیم که عیسی رو، این پسر رو از راه دور با یه سخنی شفا میده. دعای ایمان در واقع فاصله ها رو از بین میبره. مژده برای تمام عزیزانی که حقیقتا فکر میکنن که فاصله ممکنه مانعی باشه برای شفا. فلان واعظ یا فلان نبی فلان کس دست نذاشته رو من یا برای من مستقیم دعا نکرده. دعای ایمانه که مسئله است. دعای ایمان فاصله شکنه به قول معروف، اگه بخوایم اسم بدیم بهش. فاصله ها رو از بین میبره و ما میبینیم که یوحنا نویسنده این انجیل چیزی از ملیت این پدر نمی نویسه. حالا شما گفتید درباری، در ترجمه های قدیم میگه افسر که همونه که افسران دربار به اصطلاح. نمیگه آیا رومی، یهودی، غیره، ولی به خاطر شغلش نوع شغل غیر یهودیه، چون این شغلی نبود که یه یهودی داشته، پس غیر یهودیه. و ما میبینیم که باز چیزی از مذهب و مسلکش نیست. فقط ما میبینیم که این افسر یا این شخص درباری از ایمانش اسم برده میشه
و ایمان داره در مورد عیسی و قدرت معجزاتش شنیده، پس میاد و خواهش التماس میکنه که برای پسرش که در حال مرگه خودشو سریع برسونه. ببینید یک پدر رو نگاه کنید، خیلی یک تلاش و تقلای درونی اینجا هست که هر چی سریعتر برمیگرد میگه زود باش، اگه نه الان پسرم میمیره. در مقابل این عجله پدر ما میبینیم عیسی چه عکس العملی نشون میده که التماس میکنه بیاد. عیسی میبینیم نمیره باهاش، چون من فکر میکنم اگر فاصله راهو میره پسر میمرد. پسر در حال مرگ بود، ولی عیسی همونجا فوریت مسئله رو درک میکنه، میفهمه، همونجا به این افسر برمیگرده میگه برو که پسرت زنده است. و جالبه که اگر اینو به هر پدر و مادری غیر از به اصطلاح به شکل طبیعی، من خودم برای خودم دارم حساب میکنم، اگه به من میگو برو پسرت زنده است، اون تلاشی مادر برای شفای بچهش میگفت نه تو حتما بیا، نه من میخوام تو حتما دست بذاری روی بچه. اتفاقا توی کلیسا اینو میبینیم، اغلب اینطوره، افرادی رو خادمینی میذارن که برای عزیزان میگن خب بیاید جلو براتون دعا. بعد همه دنبال اینن که حتما اون شبا یا اون کشیشی که اون بالاست بله دعای اونای دیگه که قبول نداره. بله نه، این همچین چیزی نیست. ما میبینیم دعای ایمان فاصله ها رو از بین میبره و خدا رو شکر که این مرد، این افسر، این دربار به اون چه که عیسی میگه، کلام خدا میگه ایمان آورد و حرفش رو باور کرد. ایمان چیه؟ ایمان باوره، باوریه که زندگی ما رو ما با اون جهت میدیم و میبینیم که این مرد اتفاقا بر اساس این باور، بر اساس این ایمان با جهت داد، برای اینکه میگه رفت به خونش و این مسیر راهو طی کرد. روز بعد رسید به جایی که نزدیک بود، برای اینکه میگه هنوز تو راه بود. خدمتکارش بهش میرسه، بهش خبر میده که پسرش حالش خوب شده و چیز شده دیگه، به استادم میگه زحمت ندید. در حالی که ما از این صحبت که با خدمتکارش میکنه، این شخص افسر تازه میفهمه زمانی که به عیسی بهش گفت که برو پسرت زنده است، همون ساعت با گفتن عیسی در واقع پسرش خوب شده و شفا پیدا کرده. ولی چه ایمان، اعتمادی. من میگم با اون تلاطم، اون چیز درونی، تو بدونی بچه مرگه و ایمانم ما شنیده بود، ما نمیدونیم، ولی چرا حدس میزنن غیر یهودیه، ولی اون چیزایی که در مورد عیسی شنیده بود یک ایمانی بود اونجا، چون اومد طرف عیسی، قدم ایمان برداشت. ایمان جهت میده. این برای من سواله و اگه کسای دیگه بودن خب معجزاتی عیسی انجام داده بود، ولی دومین معجزه‌اش بود. تنها معجزه‌ای که انجام داده بود توی عروسی بوده. پس جایی کاری نکرده، ولی شنیده بوده که یه همچین کسی هست. بله. فکر میکنم تو کوچکترین ایمانی که میتونست داشته باشه، یعنی با کوچکترین چیزی که دیده بود ایمان آورده بود. بله. یا اگه شنیده بود، شاید مثلا ندیده بود. بله. خیلی جهت داد زندگیشو، اومد سراغ عیسی و وقتی هم عیسی بهش گفت برو پسر باور کرد و رفت برگشت خونه. یعنی یه براش یه واقعیت مسلم شد که بچه‌م خوب شده. خیلیه ایمان عظیمیه به نظر من. درست اشاره کردید به این مسئله که واقعا ما توسط فیض از طریق ایمانه که نجات پیدا میکنیم، چون میبینیم که حتی خانوادهش، تمام خانوادهش سر این معجزه میگه همه اهل خانواده ایمان میارن. یعنی با یه شفا یک خانواده و اهلی که اونجا بودن، حالا فامیل، دوست، آشنا، کسایی که تو دربارن تو قدیم نگاه میکنید خیلی خدم و حشم دارن که دور و برشونن. خیلی آدم بودن که ایمان دقیقاً. و از این شفا یه چیزی که راه دور، ببینید خیلی واقعا ایمان عظیمه. در خدا رو شکر برای این ایمان. ما میبینیم که این ملاقات این عیسی و این افسر یه چیز اتفاقی نبوده. همونطور که صحبت میکردیم، این افسر در مورد عیسی، در مورد شفاهاش شنیده بوده، میدونسته که عیسی اومده به منطقه خودشون، بنابراین به جستجوی عیسی میره. بالاخره اونو تو قانای جلیل پیدا میکنه. علی‌رغم این تلاشش ما میبینیم عیسی درخواست اومدنش رو، همراهیش رو رد میکنه که ایمانش رو امتحان کنه. و همونطور که گفتم، این باز نظر شخصی خودم، من فکر میکنم اگر طول این راهو عیسی میره پسر میمرد، گرچه قدرت زنده کردن داشت، زنده میکرد، در این شکی ندارم. همین
مشابه همین اتفاق رو نرفت و حتی گذاشت اجازه داد که برادر مریم ایلازر بمیره و صبر کرد 4 روز بعد خودش رفت اونجا شب. بله چون این قدرت رو داشت، ولی ما میبینیم که درخواست رو رد میکنه چون فوریت رو حس کرد و همینطور میدونید هر چیزی در زندگی باید آزمایش بشه. یه جواهری رو درست میکنن، یه فلزی رو، چیزی رو ما میبینیم از کوره آتش رد میکنن. این ناخالصی رو به اصطلاح از با آتش آزمایش میکنن و اینجا میبینیم که ایمان این افسر رو، این درباری رو میآزمایه عیسی و واقعا چقدر همه خود ماها از نظر زندگی ایمان بارها شده که اینطور ایمان ما آزمایش شده. آیا عکس العمل ما، جواب ما مثل این شخص هست که با یه شنیدن، باز میگیم ایمان از شنیدن، خدا رو شکر که شنید در مورد عیسی، ایمان درش رشد کرد و وقتی هم باز که شنید این سخن جاری شد و فرستاده شد، به این سخن ایمان آورد و راه خودش گرفت رفت خونش. ما میبینیم که در این امتحان ایمان سربلند بیرون اومد، جایی که مسیح برمیگرده میگه اگه شما آیات و معجزات نبینید اصلا ایمان نمیارید. ولی ما نمیبینیم که این مرد این سخن در مورد او گفته بشه. اتفاقا به نظر من عیسی باز اون وزن، اون سایز ایمان این شخص رو دید و فهمید که این اولا 100% میدونست این غیر یهودیه و کسی هست که حقیقتا از نظر ایمان به نظر میاد که دست کمی نداره از یهودیان، شاید هم خیلی هم بیشتر داره، چون واقعا عکس العمل یک پدر رو من بیشتر نکته تاکیدم روی پدری این قضیه است. به عنوان یه پدر بخوام از زاویه یه پدر نگاه بکنم به این قضیه، ارجحیت، اون فوریت رو درک کنم، من بودم به زور میکشیدم، میگم زود باش بیا بچم، کما اینکه میگه بجم زود باش که الان پسرم میمیره. میخواست با خودش ورداره ببرتش. ولی با چه ایمانی، اعتمادی از عیسی خواست که اونو شفا بده و عیسی هم ایمان اونو پذیرفت. برو اعتماد کرد که برو پسر شفا پیدا میکنه. اگر شخصا به خود من بود الان که لوئیس جان میگفتم استراحت نکنیم. به قسمت جالبش رسیده بودیم و بحثمون تازه گل انداخته بود، ولی برای اینکه بینندگان ما یه تمرکزی بکنن، استراحتی بکنن و چایی بخورن بله. ما یه استراحتی بکنیم و خیلی زود برمیگردیم دوباره با شما عزیزان همراه خواهیم با این مبحث. خوش آمدید عزیزان. بعد از استراحت کوتاه در خدمت شما هستیم با سری برنامه‌های گام بعدی و در این سری از برنامه‌ها در رابطه با معجزات عیسی مسیح صحبت می‌کنیم. در این قسمت در رابطه با، اگر قسمت قبلی رو ندیدید قبل از استراحت، میخوام به شما بگم که داریم در رابطه با شفای پسر افسر رومی داریم صحبت می‌کنیم و با خواهر لوئیس داریم این مبحث رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید. خواهر لوئیس بی‌صبرانه منتظریم که ما بقیه این داستان بله. و مکاشفاتی که شما از این آیات به دست آوردید و بی‌سراپا گوشیم که ممنون. به جاهای داغ رسیدیم که رفتیم برای استراحت، داشتیم میگفتیم که عیسی میگه تا آیات و معجزات نبینید ایمان نمیارید. ما میبینیم که از این سخن عیسی این مرد ناامید نمیشه، عکس العمل منفی نشون نمیده. ما اگه چیز بودی همچین چیزی میگفتیم به بر میخورد به کسی، ولی میبینیم که اصلا بر نخورده به این افسر و میبینیم با ایمان قوی تر اصرار بیشتر میکنه که عیسی هرچه زودتر بره برای شفای پسرش بیاد و میگه ای آقا قبل از اینکه پسرم بمیره بیا و برسون خودتو. مسیح پاداش ایمان این افسر رو با شفای پسرش درست در اون نقطه احتیاج، در اون لحظه مورد نظر، همونجا که گفت برو پسرت زنده است، همونجا پاداشش رو داد و با این سخن در واقع
ایمان این افسر یه جوری آشکار و چشمگیر به چشم عیسی اومد. یک چیزی که در اون جمع آشکار شد، بزرگی ایمانش، چون میگه به سخنی که عیسی بهش گفت ایمان آورد و رفت به طرف خونش، به طرف کفرناهم. انقدر این راه طولانی بود، میبینیم وسط راه که روز بعده تازه خدمتکارش بهش میرسه و بهش میگه که پسرش شفا پیدا کرد. بدو خودش رسونده. بله. سرورش بگه که پسر شفا پیدا کرد. آره و چه شادی بوده تو اون خونه. چه شادی بوده در اون خونه و بی‌صبرانه منتظر بود. روی همین این عکس العمل به اصطلاح خدمتکار که این تو بی‌صبرانه منتظر بود هرچه زودتر به آقاش این خبر رو برسونه. من حدسم به اینه که این مرد در اثر شنیدن اسم عیسی، کارهای عیسی، یک جرقه ایمانی درش بود و این در جهت این در اثر ایمان زندگی شد در اون جهت به اصطلاح مرتب کرده بوده که یه چیزا آشکار بوده برای تو خونه، برای اعضای خونه و خدمتکار شناختی که از آقاش داره زودتر برم بهش خبر بدم. این مسیر راه رو طی میکنه که وسط راه به آقا برسه و خبر بده. کما اینکه فکر میکنم حدس این خدمتکار این بود که آقام تو قانای جلیل دنبال عیسی داره میگرده. در واقع به دنبال عیسی داشت میرفت که تو راه به آقا برخورد که بخواد خبر بده. در حال فکر میکنم برای پاداشی بوده که میخواسته از آقاش بگیره. در هر حال من فکر میکنم این پدر در مقابل چیزی که در مقابل ایمانی که نشون داد پاداش شفا رو از خدا گرفت و من مطمئنم حاضر بود همه چی بده که مطمئن پسرش رو به قول معروف سر حال و تندرست ببینه. بله بعید نیست برای شیرین این کار. بله اینم یک تفسیریه. اینم تفسیریه. در این معجزه نکته خیلی مهم همطور که گفتم محدود به یک موقعیت جغرافیایی نیست. ما نمیتونیم بگیم خدا فقط مثلا تو اورشلیم پیدا میشه یا خدا چی میگن خدا مثلا در اینجا پیدا میشه اونجا میشه. اینطور نیست. خدا محدود به موقعیت جغرافیایی نیست. اصلا لازم هم نبود عیسی این همه راه و تا کفرناهم بره تا بخواد برای دعا، برای شفا به اصطلاح دعا بکنه. اصلا زمان و مکان براش. بله اصلا همین کلام یک آیه‌ای هست در مزمور میگه که و خدا کلام رو میفرسته و این شفا برای امت ها میشه. پیدایش همون باب اول میگه خدا گفت و شد. بله. کلامه. بله. منظورم این که مسئله شفا با جاری کردن همین کلام شفا جاری بشه. ما در لوقا داریم یک جمله هست اونجا میگه که هر جا عیسی بود شفا آنجا حاضر بود. این خیلی جالبه و این یه چیز کوچیکه آدم خیلی راحت میخونه و رد میشه، ولی این نکات کوچیک کلیدی واقعا خیلی گویا هستن. عیسی اونجا بود، معجزه‌گر، شفا دهنده، خدای شفا دهنده یهوه رافا و ما میبینیم که محض سخنی گفت و شفا حاصل شد و این افسر ما میبینیم با چه اطمینانی خیلی راحت سرش میندازه پایین و میره به طرف کفرناهم. صحبت کلام شد. اگه اجازه بدید من آیه بخونم توی یوحنا همون فصل 1 آیه 1 میگه که در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. بله. یعنی خود یوحنا همین آغاز انجیلش که وقتی صحبت میکنه میگه که همش کلامه. بله اصلا جنبه الوهیت عیسی در انجیل یوحنا بسیار، برای اینکه هدف هر کدوم از این نویسنده‌ها یه جنبه است. یکی پادشاهیش بود، یکی یهودی بودنش بود، یکی انسان بودنش بود، یکی الوهیتش بود که یوحنا جنبه الوهیت عیسی رو ما ببینیم چقدر تاکید میذاره. چون هم به هر حال از نزدیک شاهد خیلی چیزا بوده، مثل این افسر نه تنها شنیده بوده به چشم خودش هم دیده بوده. این بود که روی الوهیت عیسی روح القدس الهام میده که در این مورد بخواد بنویسه. در حال علیرغم موقعیت مکانی عیسی ما می‌بینیم محض کلام، گفتید کلام بود و کلام شفا بود، کلام خدا بود. خدا یعنی حضور خدا یعنی مساوی شفا. ایمانم بر اینه وقتی خدا کلامش خودش وارد شد همه چی تغییر خواهد کرد.
این ایمان من. در حال برای فاصله های این چیز عیسی، این قوه معجزه عیسی واقعا دلگرم کننده است برای فاصله های جغرافیایی که افراد با همدیگه دارن. فاصله بین زمین و خدای آسمان هست از نظر متراژ بخوایم حساب بکنیم. پس بنابراین با وجود این که یه همچین فاصله هست، ما کماکان میبینیم که دعاهای ما شنیده میشه، بازشناسی میشه، دعاهای کهانت احترام گذاشته میشه. درست مثل این که خدا در محل حاضره، با اینکه خدا در آسمان ساکنه. ما ولی این ایمان رو داریم که در وجود ما به عنوان روح القدس در ما ساکنه. پس بنابراین موقعیت جغرافیایی یه نقطه اتکایی نیست برای ما که بگیم که فقط اون نزدیکی جغرافیایی امکان معجزه رو فراهم میکنه. همچین چیزی نیست، بلکه ایمان ما هست که اون نقطه اتکایی هست برای عیسی، نه فاصله. ایمانه که در واقع باعث معجزه میشه، باعث بنا میشه، باعث ایمان میشه، باعث نجات میشه. ما خودمون هممون به عنوان فرزندان خدا میتونیم مثل این افسر جرأت نزدیک شدن به عیسی رو به خودمون بدیم و مسئلت دل خودمون رو بهش بگیم. ولی وقتی به ما میگه برو، بعد مسئلت دلتو داده شد، باز با ایمان دریافت بکنیم این سخنه او رو که میگه برو، یعنی که کار تموم شد، انجام شد، برو. این رو بپذیریم. همونطور که عیسی به این افسر فرموند که معجزات در واقع اون حقیقت وجودی خدا، وقتی که معجزات در واقع در اون حقیقت وجودی خدا رو داره به ما نشون میده و این حضور مستمرش یا نجات یک فرد رو در واقع داره به ما اینو میفهمونه، ثابت میکنه که خدا همه جا هست، محدود به زمان و مکان نیست. همونطور که شما اشاره کردید، ما به ایمان نجات پیدا میکنیم و هدیه روح القدس رو دریافت میکنیم، نه به تجربه شخصی. با معجزه نیست که ما ایمان میاریم و نجات، گرچه خدا ممکنه از معجزه استفاده، ولی این اصل کلی نیست. استثنایی است که در بعضی موارد خدا از طریق معجزه استفاده میکنه برای ایمان. بس ما به ایمان نجات پیدا میکنیم و هدیه روح القدس رو دریافت میکنیم. عیسی میخواد که ما با ایمان بدونیم او ما رو دوست داره، با ایمان، نه اینکه برای ما کاری انجام بده. برای کارش نیست، برای اینکه حقیقتا خدایی هست که از همه جا کافی هست برای ما. رو صلیب مرد، الان در قیامتش من و شما هم زندگی میکنیم. ما میبینیم که این معجزات دلیل بر ایمان نیست، یعنی شروع ایمان ممکنه در بعضی موارد. حالا چرا اینو میگم؟ که زیاد به معجزات ما به عنوان نقطه اتکایی نگاه نکنیم، برای اینکه یه تجربه است. و ما میبینیم که قوم اسرائیل در طول این مسیر 40 سالی که از بیابان دارن رد میشن، باور کنید بزرگترین معجزات خدا براشون انجام داده. روز و شب از آسمون براشون غذا بارونده، از صخره آب در آورده. کلام خدا میگه کفش تو پاشون بزرگ و کوچیک نشد، یعنی یه نفر که تو بچگی اون صندل، اون چی میگن کفشو پوشیده، این تو تنش مونده. از هر نظر بگی معجزات خارق العاده انجام داد. ولی آیا قوم ایمان آوردن؟ معجزه باعث ایمان نشد، تازه این غرغر تولید کرد. و میبینیم به خاطر غرغر همه اون نسلی که از چیز میان در طول این راه به هر دلیلی میمیرن و از اینها یوشع و کالب و نسل جدید. از نسل قدیمی، اونی که از ابتدا همراهی کردن با موسی، یوشع و کالب بود. بقیه بچه های این افراد بودن که خودشون مردن، بچه هاشون وارد سرزمین وعده شدن. پس روی معجزه به عنوان نقطه اتکایی ایمان ما حساب نکنیم. ایمان ماست که در واقع جذب میکنه خدا رو. در یه جایی، دقیقا یادم نیست در کدوم رساله هست که پولس رسول میگه که ایمان بیارید، یا وقتی که عیسی این مسئله رو میگه که ایمان بیارید، اون ایمان در واقع میگه ایمان خدا رو داشته باشید، نه ایمان معمولی که محدود به معجزه، به مکان، به زمان باشه، به محدودیت انسانی باشه. میگه ایمان خدا رو داشته باشید. چه ایمانی؟ شما اشاره کردید خدا گفت و شد. این اگر ایمان پشتش نباشه، با گفتن
لزوما شدن نیست. پس به ما میگه ایمان خدا رو داشته باشید. بنابراین همونطور که گفتم کلام خدا میگه که ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا. ایمان از شنیدن حاصل میشه، نه از دیدن و تجربه کردن یک معجزه یا غلیان احساسات ما. در هر حال به این نکته کلیدی خوب دقت کنیم. مرسی لوئیس جان، خیلی برکت گرفتیم. امیدوارم که شما عزیزانم برکت گرفته باشید. میخوام به شما عزیزان بگم که در این آخر اگه جمع‌بندی باشه با اجازه خواهر لوئیس من جمع‌بندی کوچیک بکنم که بگم که آیا شما همچین ایمانی دارید؟ امروز اگر توی مشکلات، توی سختی ها هستید، نمیدونم توی هر شرایطی که هستید، آیا این ایمان رو دارید؟ حتی اگر به عیسی مسیح ایمان ندارید، حتی اگر امروز گوش دادید چند کلمه در مورد مسیح، شما هم میتونی با ایمان از او بطلبی و بعد شما و اهل خانه شما ایمان بیارن. آمین که اینطور بشه. ممنون که با ما همراه بودید. تا درودی دیگر عزیزان، شما رو به دستای خدا میسپارم. بدرود.